تیم پایتخت‌نشین پیکان بعد از دوری 1 ساله از لیگ برتر فوتبال امسال دوباره با سرمربی جدیدش جلالی داره خودش رو برای حضوری موفق در این رقابت‌ها آماده میکنه. در فاصله 34 روزه تا آغاز لیگ 16 فوتبال، پیکان دوباره صعود کرده به لیگ برتر در حال پیگیری تمرینات خودش با آقا معلم فوتبال ایرانه. انشالله که بتونیم همگی با هم یک کار بزرگی رو امسال انجام بدیم. پیکانی ها برای رسیدن به آمادگی حد اکثری برای 32 هفته مصاف با حریفان در لیگ برتر قرار راهی اردوهای تدارکاتی برون مرزی بشن. اگر بشه ارمنستان در به اصطلاح انتخاب اول ماست، ولی اگر نشه اردوی ترکیه رو خواهیم رفت. اما علیرغم بازیکنان جذب شده 2 فصل گذشته تیم پیکان، این تیم در خریدهای این فصلش از انعقاد قراردادهایی با مبالغ بالا جلوگیری کرده. به بضاعتمون نگاه میکنیم، اون بضاعتی که داریم به هیچ وجه اینجا امسال سیاست اون بریز به پاچه‌های قبلی نیست. البته این تیم با همین بضاعت تونسته بازیکنان شناخته شده ای رو هم جذب کنه. امکانات مجموعه پیکان واقعا لیاقت اینو داره که توی لیگ برتر باشه و حتی جز اون بالا نشینه باشه. البته پیکان با مجید جلالی و بازیکنان جدیدش به دنبال جبران ناکامی‌های 2 فصل پیش و بقا در لیگ برتره. جوانای خیلی خوبی داره تیم پیکان. من از قبلم رو چند تاشون شناخت داشتم و حالا من نزدیک چند روزه میبینمشون. بازیکنایی نیستن که اصلا به سقوط فکر کنن.